هر جا ترکت نکنم. یه روزایی بود که هنوز تلویزیون رنگی نشده بود و ما بچه ها با یه نگاه، با یه دیالوگ ساده دلمون میرفت پیش یه آدم، محمد کاسبی، اون مرد آروم، اون پدر مهربون، اون معلمی که هیچ وقت داد نمیزد ولی همیشه یادمون میموند. اولش با تئاتر شروع کرد، برای اینکه دلش میخواست قصه بگه، قصه هایی که مردم توش خودشونو پیدا کنن. بعدش اومد تو تلویزیون، نه با سر و صدا، نه با حاشیه، با یه بازی ساده ولی پر از حس. اون نقش پدر سختگیر ولی دلسوز، اون معلمی که با یه نگاه بغضمون میگرفت، اون محمد کاسبی بود. از ما میخواهد با این بچه سخن بگوییم. چگونه با بچه‌ای که در قنداق است سخن بگوییم؟ نه فقط بازیگر، بلکه یه تیکه از خاطراتمون. به من میگن تریش. تو این دور زمانه که به این جوانایی که هنوز پشت لبشون سبز نشده میگن حاج آقا، به ننه تو با اون سن و سال نباید گفت حاج خانوم. اینم هست. همچین پای عشق که بیاد وسط ها، پای عقل بیلن. خط میکن. تو کامنت ها برام بنویسید کدوم نقش محمد کاسبی رو خیلی دوست داشتید، کدوم نقشش شده یه تیکه از خاطراتتون. حالا نوبت ماست که صدای اون خاطره ها باشیم.